در نتیجه گذراندن چهاربینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 27 ساله ساکن شهر پنجکند با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه آگوست اکتبر سال 2023 با مقصد دزدی به خانه استقامتی زن 52 ساله ساکن شهر پنجکند در آمده از آنجا 1,10,000 سومانی، $1,000 امریکایی و یک چند عدد جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه جیهون عریضه مرد 26 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که دام دکبر سال 2023 تقریبا ساعت‌های 09:30 دقیقه هنگامی در بازار کمونیسم واقع در دهه وحدت نویه مذکور قرار داشتنش شخص نامعلوم با روی پنهانی از جیبش 15,800 تومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه گذراندن چهاربینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 41 ساله ساکن شهر کولاب صادر نموده است. اوید بین حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چهاربینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 27 ساله ساکن شهر پنجکند با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. به شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نویه فردوسی عریضه زن 42 ساله ساکن شهر دوشنبه وارد گردیده است که تخمینا ماه مای سال 2023 هنگامی در حدود نویه فردوسی قرار داشتنش زن 27 ساله ساکن نویه رودکی با روی فریب به باوریش در آمده از او 96,000 سومانی گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه‌ترین مبلغش را به پورگی برمیگرداند، اما نامبرده وعده‌اش را اجرا نکرده تا آنها را برنگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.